با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که خسته نشده باشید. تحمل کنید تا دقایقی دیگر انشاءالله این مباحث رو خاتمه خواهیم داد و پس از اون انشاءالله تماس هایی خواهیم داشت. 2 تماس خواهیم داشت با 2 همکار عزیزم که در این برنامه ما رو همراهی میکنن. انشاءالله هفته های آینده در خدمت ایشون خواهیم بود، این 2 همکار عزیزم. و پس از اونم انشاءالله صدای گرم شما عزیزان را انشاءالله خواهیم شنید در مورد انتقادها و پیشنهادهای شما، به ویژه پیشنهادهای شما در مورد برنامه، چون بالاخره هنوز برنامه عملا آغاز نشده و ما منتظر پیشنهادهای شما هستیم در راستای هرچه بهتر تقدیم نمودن این برنامه ها. اما آداب تلاوت قرآن کریم. به طور کلی تمامی عبادت ها به 2 شرط نیازمند هست برای پذیرفتن آن و تلاوت قرآن کریم نیز یکی از مهمترین عبادات هست. اولین شرط عبادت اخلاص هست. اولین شرط پذیرفته شدن عبادت نزد الله متعال اخلاص هست. اخلاص یعنی رضای الله متعال را تنها در نظر داشتن و انجام دادن آن عمل تنها برای رضای الله متعال باشد. رضایت هیچ شخص، هیچ موجود، هیچ کس و هیچ چیز دیگری را جز الله متعال در نظر نداشته باشیم. و اساسی ترین آداب تلاوت نیز همین است که ما در هنگام تلاوت رضایت الله را در نظر داشته باشیم و هیچ وقت قرآن را نخونیم برای اینکه به ما بگویند که خواننده قرآن است، قاری قرآن است. زیرا یکی از کسانی که در روز قیامت به جهنم میروند کسی است که مشهور بود در دنیا به قاری قرآن و به او گفته می شود که چه کردی تو؟ در دنیا میگوید من قاری قرآن بودم، قرآن میخواندم و همیشه قرآن را بر سر زبان داشتم. خطاب به او گفته می شود نه، هرگز تو به خاطر خدا این کار رو نکردی، بلکه خواستی که به تو بگویند قاری، به تو بگویند خواننده قرآن، به تو بگویند حافظ قرآن و به تو گفته شد و امروزه تو باید به جهنم بروی، زیرا رضای الله رو در نظر نداشتی و این شخص به جهنم وارد می شود، زیرا رضای غیر الله رو در نظر داشت و شرک ورزید در این زمینه. و اما شرط دوم عبادت پس از اخلاص تبعیت و پیروی از راه و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که این پیروی و راه و روش از رسول الله رو ما در بندهای بعدی خدمت شما عزیزان عرض می‌کنیم. پس اولین بند آداب تلاوت اخلاص هست و پس از آنها یعنی پس از اخلاص پس از آن یعنی اخلاص طهارت و پاکیزگی است که هنگام خواندن قرآن انسان باید پاک باشد، از حدث اکبر یعنی جنوب نباشد و اگر میخواهد که صفحه یا ورق قرآن را لمس بکند، خط قرآن را در واقع لمس بکند و دست بگذارد، پس باید وضو نیز داشته باشد. و شرط سوم یا ادب سوم در واقع در آداب تلاوت قرآن لباس مناسب و پاکیزه پوشیدن هست که ما لباسی پاکیزه و مناسب بپوشیم در هنگام خواندن قرآن به احترام این کتاب عظیم الشأن و این کلام عظیم الشأن در واقع که کلام الله متعال است. و پناه بردن به الله متعال از شر شیطان یکی دیگر از آداب قرائت قرآن کریم هست. در مورد تمامی این آداب آیاتی است و احادیثی است که شاید وقت برنامه اجازه نده. مثلا پناه بردن به شیطان، الله متعال در این زمینه میفرماید که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هنگامی که قرآن را میخواهی بخوانی پس پناه ببر به الله از شیطان رجیم. در مورد پاکیزگی الله متعال میفرماید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای بنی آدم زینت و پاکیزگی خدا در هنگام سجده و عبادت و راز و نیاز با الله همیشه همراه داشته باش. و همچنین در مورد با وضو بودن و طهارت الله متعال میفرماید که لا یمسه الا المطهرون. قرآن را دست نمیزند، مس نمی کند الا کسانی که پاک هستند. و همچنین بسم الله گفتن. پس از این که به شیطان به الله پناه بردیم از شر شیطان، بسم الله میگوییم هنگام قرائت و تلاوت قرآن.
و همچنین شرط ششم یا ادب ششم ترتیل و تجوید هست. رعایت ترتیل، شمرده خواندن و دقیق خواندن قرآن کریم و رعایت آداب تجویدی که انشاءالله ما در همین برنامه به توضیح مباحث تجوید انشاءالله خواهیم پرداخت، به آموزش این مباحث. و هفتمین ادب زیبا ساختن صدا، صدای خود را زیبا ساختن هنگام خواندن قرآن، که حدیث زیبایی از رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید زینوا القرآن باصواتکم، با صدای خود قرآن را زیبا بخوانید، قرآن را زیبا بکنید، قرآن خواندن را زیبا جلوه بدهید با صدای زیبای خودتان. و همچنین هنگامی که در هنگام تلاوت به آیات سجده برخورد میکنیم، سجده تلاوت را به جای بیاوریم. و ادب دیگر تدبر نمودن هست در کلام الله متعال هنگامی که کلام الله را تلاوت میکنیم. و اما آخرین آن دعا نمودن هست هنگام تلاوت، هنگامی که ما به آیات رحمت میرسیم دعا بکنیم از الله متعال، بخواهیم که رحمت خودش را نصیب ما بکند. و هنگامی که به آیات عذاب میرسیم باز هم دعا بکنیم و از الله متعال پناه ببریم به الله متعال از شر عذابش و از شر عقابش و از شر دوزخ و آتش. با هم یک میان برنامه رو ببینیم و پس از آن باز هم در خدمت شما بزرگواران خواهم بود.